हल्के से नी हमें वजह हमें के شم باغبان با جمال مهر مثال امیر ارسلان نامدار کبت اوشتاد ساعتی حیران حیران روک روک لگه به قد و ترکیب و اندام امیر ارسلان چارگاه لگه بعد چایی نعره زد ای جوان بنی آدم که پرچه در باغ منیت که به چه جورتی در باغ پچ کد چه جاگه وتی تکان ما ورته سزایتی ای بیادبی طرف بدم امیر ارسلان گو ای پدر جوان گریبی از سندری بیابان حیران و سرگردان منتگم و رضای خدا انشپی منو در گوشه راه بدم و بابسون صبح برام دستی من جیبا کت و من جیبا کت که مشتی اشرفی در بیارم و باغبانه بدم باغبانه که زر دیتن چمانی ترتم نعره زد مادر بخطم منو به زر فریب ده هنی خاک با کاسه سره کنم دست به بیلا کتی بیل گرانه وش حواله پارک مردانه امیر ارسلانی کد اور نامدار دید دیگه تحمل کنگ جایز نہیں اگر صبر کنه کشک بے نیب جد ای خانه خراب اجل تی حتما رسته که گومن درشتی کنه دستی به قبضه زهم زمرد نگار کتو دیگ برگ وجه وشی چه پوشاک وقتی گلافا چه کشتی هنچی و پارکا نواکتی سری جم مثل خیار تر وشی دو نیم بید دو پارچه پیکری وشی چو دو پارچه کوب زمین نکبد امیر ارسلان گومت گوه دل گافر پرچه باغبان بیچاره بیگناه کشت مبادا رفیقانی با خبر بودن انشپی هم اسباب زحمت به من فراهم بدهیم بیایم سراپا به نش باغبانی جتی سرپایی لگتی وایی کرا دوری دا گومتی کو نامد کاری که مبیتن بالاخره بیتا هنی اوشتگ و تعصب ورگ منی دوباره باغبان زندگ نبی هرچه چه خداوند عالم مقدر بیتا بس سر من کهته توکلت الحی الذی لا یموت خدای نامی وان تو وجه حرکت کو توکلت با حکم الله تعالی بالاخره کدمی من خیابانا یر کت باگه با وسط باگه رب چمی با امارت آریین کبت شهر شوکه امارت دیتی که معماری فلکی هنچین بنای فلکی معماری وش بنای ندیده بیته تحتانی یعنی چند طبق پاکانی تالار منظره گوشواره 6 طبقه روی هم اده کده و در و دیوار امارت بطلا لاجرد بشی منکشه کده وجه بطلا چیه وجه اده کده لاجرد من نزانم وجه چیه وشی منکشه نقشه کده حتما الماس چون چیزی لاجرد یا چیزی من که چیه نامه مش کده لاجرد نام چون مثل گوهر قیمتین وره یا گوهر قیمتی نامه منظری دید چو خلوتگه یار بود بنای فراکش معمار حسن چشمک زن ایوان و درش عشق جاروب کش رهگذرش وجه دیما رفت استخر آبی دیتی چو حوض کوثر آب آیه چو لاب ماهی بر روی هم موج منجنگه و در و رب و تی پادی کم آبها جت ششتن دور تا دور دریچه باغچه بندی کتکتن گلان معطر و رنگارنگین
کشتک امیر ارسلان کر استخر نشت کم که آب نوشت و دست و صورتانی کمو جد دیدی چه سپیدی و صافیا از سفیدی و صافی سردیش سلسبیل آمده به شاگردیش اندک حالتی بجاعت بعد پاده به طرف امارت روان بود کدمی به سیڑیام پلهام باغ ایر کت برزا رفت مرتبه اول هرچه گشت کسی ندیدی دومی مرتبه دومی طبقه برزا شو دیدی تمام اتاقان سنبینتگم پرشام شرین چیر گفتگم و پرده مرواریده آویزان کتگند درتکگم پشت پرده تالار رفت آهسته پرده پشتا جد به توکا نظری کت تالار دیدی چو بهشت بر این آراسته نزدیک 500 شمع چراغ روشنی تخت طلایین در بالای تالار ایرکوتا صندلیان طلایین دور تا دور پرچتک و ردیپا پردهام ریشه گوش مرواریدن آویزان کتگن لونجانا و مجمرهای طلا سوز و گداز وجه سوچکی دید کنوکا طلاه در حال سوچگین تو بو و خوش در حال پخش بایگین و همه پیما شراب و کباب مزه تمام نو وسیله ترب جا به جای ود پرچتگن لیکن هیچ کس در این امارت نیستی امیر ارسلان تعجب کد که صاحب ای بزم کہیں ما کجاییم چه بوی غذا و شراب نزدیک بود که مرغ روح ای پرواز بکن بی اختیار اوش داخل تالار بید دیدی هر پیمه نو غذا و شراب که بلوٹی حاضر هستی شم و شکر شیشه و شمامه و شاهد رود رود و دف و تنبور و نی و برد و مزمر هم بود کباب بره هم نکل مهنا هم بود طعام سره هم آتش مزعفر امیر ارسلان چه شدی که سک بیتابت کاب غذای دیما کشیدی مشغول غذاورک بید دن سیر بید بعد چای منای شرابی پیش کشید لب تا لب ایرک و وجه ایر کشید می که از دهن شیشه چون برون آید لب پیاله زند از حرارتش تبخال به کویی که گر دیو اندرو نگرد سر آمد همه خوبان شود به حسن و جمال منای شراب تا ته سری کشید آیم به یک طرف دوری ده همه که نشه شراب با وجود آیی اثر کو عرق مستی هید مستی و پیشانی نشت دستی وتی ستون چانک و به فکر پرو رفت که عاقبت کار منی چطور بیتیم آیا یک بار دیگه جمال پارولکای هم گندم به تخت سلطنت روم هم نندم ما تو کسان هم وطیگان گندم یا نه یه آسمان ده کدیگا گوما چو کج ما بازگیم کج ترگه با کام منیگا اصلا گردش نکن در همین خیالا بیتگا که عشق چو قطرات باران چای دیماچ چماچ رخسار مرچگا لگتا
که ناگهان دیدی پرده تالار کرا رفت. جنک باز تنومندین و زنده قد بلندین، لیکن کریو منظر کبی صورت، سر تا پا گرک در و گوهر، لباس پاخرین قیمتین در برو. و جنک دیتی کولگا پگا که دیتی پرده کرا شد. جنک باز تنومندین زندین و چاغین قد بلندین و منظر کبی چو صورت آی سر تا پاد گرک در و گوهر و لباس قیمتی در برینتی و جواهر سر تا پادا جواهر با پاد و دستام بستگ و نیم تاج هم مرسین بسرا یرکتا یک شبه وجه یک سریگی بنده حریرین بسرا دور داتا 7 کلم مشاتا جمالی کتا بسن 17-18 ساله داخل تالار بید و محض که چمی با آفتاب جمال زلف و خال امیر ارسلان نامدار کرد. جوانی دیدی که چه بدو خلقت آدم تا کنون چه جوانی و برومندی کد و آی اندازه ترکیب حسن و جمال و چهات و اندام معتوشید ما دهر زمانگا بارسه وجود نیارتگا. بالاخره همه پیما وشی به صورتا که میلی کو پهنای سینه و که در مقابل یک کادگر خلقان چم مردانه چو دو نرگس شهلا مجره گوشی سیاه خنجر سوراب گوشی وجل همه پیما خرمان مشک تر با اطراف ردکگانی میدانی چهره چو مستی شراب چو طبک لال و یاقوت و چمی مست فتنه انگیز چه نشه من ناب و خمار آلود بیتا. گفتی طلوب کرد در آن فضای تنگ رخسار زلف او جبرائیل و آهرمن خالش به تیرگی آزرم رنگ زنگ بار چشمش نگه گفتی که بسته است مطبوع و دلربا از فرق تا قدم گفتار لعل او یاقوت نیشکر یک چرخ مشتری یک آسمان کمر در هر سو مژه 100 جعبه نیشتر چهرهش به روشنی آشوب کاشگر منظور و دلنشین از پای تا به سر. به محض که چم آجنک با آفتاب جمال مهر مثال امیر ارسلان کپ یک باره نه بلکه 100 دل و دین به یک باره دل و دین و عقل و هوش آیوشی با تاراج رفت به یک دلی نه بلکه 1000 دل عاشق و مایل وجه امیر ارسلان بود. هرچی گیشتر چارتی نگاهی کد مایلتر بید عاشقتر بید و گرفتارتر بید. ز پای تا به سرش هر کجا نظر فکنی گمان بری که در آن جا نزول کرده جمال. هنچه محو جمال امیر ارسلان نامدار بید که سر تا پاد وتی پجا نیارد. نزدیک بود که مرگ روح چه کپس تنایی پرواز بکن. با 1000 رنج خودداری کتی و برسی سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. ای جوان ماه صورت وشد که خوش آمدید که تو چه کجا به این مکانا اتکگه. امیر ارسلان دید که جنک در کمال گرمی گویه خبر کننگه زانتی که تیر عشق آیو وارتا چه جاگه پادت گوشتی بانو به سلامت بان
جوان گریبیم نزانم ادا کجا هستیم. مکان کئی مدتی هستیم شدی کو تو نیک ما بیابان گردشم کتا. این شپی به ای باغا رستم. شب بیتا خسته بیتم در ای باغ و امارتات کم. بزم و آماده دیتا نشتگم کمکی خوراکم وارتا شراب نوشته. دکتر لبخند جتو رب دست امیرارسلان گفت آورد بالای تخت تنای و تکرار نندین تی وقت رفت در تالاری محکم بست و پدا ات کر دست امیرارسلان نشت. چند جام شرابی وقت نوشید به امیرارسلانی هم داد. همه که مست بیت گوشت که جوان تی بلا پا منی جانا بگوش بگندن تو که و اصل نسب به که تی رسی. امیرارسلان گفت جوان گریب چه سلسله تجار و روچی در ولایت در دکان نشته بیتکتون دستی منا برد تو بیوش بیتون. وقتی به هوشات کن اپریتی دیتون برابر منیگا هوشتاتا نه برابر منیگا نشته لوٹتوں که لوٹتی مناوی توما بکند چونکه اندک شجاعتی هستتون دیوم کشت. هنو مدتی هستین که در بیابان سرگردان منتمون تا این شپی به باغ رستمون. جنکا کاکا کندت گوشتی ترسه چمن آسیبی به تو برسینو ای دروغان وشه. مگه من نزانم که تو امیرارسلان چوک ملکشاه رومی کشنده شیر گویا و شکننده طلسم سنگ باران هسته. طبعه که الهاک دیو و پولاد زره و مات آیتو کشتن. زم و خنجر زمرد نگار گواهی من دهگم که تو امیرارسلانه. هنی گوشه که من تاجریم فلانم بهمانم به خیالتی رسی بتونه منا فریب بده بتا گینه آچه ناده امیرارسلان درک گوشتی خدایا یه دیگه چه بلایی هستین که دوچار هایی بیتون. سری چسکو گوشتی نازنین شما که و منا چه کجا پجا کاری. جنکا گوشت جوان بزان که ای باغ منزل و مکان ریحانه بانو خواهر خداوند شیرگویانه. من هم مرجانه بانو دختر ریحانه هستم. مات منی هنچین ساحری هستین که اگر لب به هم بجان زمین و آسمان به هم دوچیتن و هما هستین که با صورت اجدیا بیتگا ترا گبتی. هنی به خون تو نیگین یک قطره خون تیگه با یا عالم برابر زانته. با خصوص چه وقتی که اشکتگی شیرگویای کشته کمر به قتل تیگه بستگی. یک هفته هستین که سهیل وزیر ملک جان شاه اتکا با منی ماتم پناهی آورده و گوشتگی که تو ادا حتما کای ما تو هم در کتاب دیتا کشنده آیه تو هسته. همه که سوال وزیر اشکتا که تو با ادا کای سک مسترب و حیرانی و سه خلیفیانی که قوت در علم سر برابر بیتگن سر راه تو دیم دادگن. یکی به صورت چوپان دیگری مات و چوک و آدر سیاه چادر کشته. یکی هم باغبان بید که انشپی آئی کشته. ماتون چه مرگ ای سین خلیفیان خبری نیستن. بخت ای یار بیتا که با امارتا منینگات کگه کسی و کنیزان اهل باغ ترا ندیتا. امیرارسلان همه که ای حبران اشکود آه چه جانی درد کو بدلی گوشت نامد چه جاگه تکان ماور که کشک بای. یک بار دیگه
جمال وتی یاره پرو لکای که نگنده ای گیسو بریده هنی روت ماتا حرام زادگا وتی خبر کن کہتیں تا منا بگندی امانو ندم سری بچیرا بی تو فکر کد جنکا دید که امیر اسلام فکرا رابطه هستن کندیتی برچی جوان پرچی فکر کنه ترسه من باوتی ماتا بگوشون که در دری باغ اتکگه در منزل منی هسته بر روی ابلیس قسم اگر جانو در مرض خطر ببی تو زنده هستو نیلون یک میتی سر کم ببی تا جان دارون در نجات تو کوشش کنو به شرط آکه خواهش منا بپذیره قبول کنه گوما عهد کنه که منظورا منیگا برآورده بکنه امیر ارسلان کمک خوشحال بیت و برچی بانو منظور شما چیه جنکا دست دورده دامان امیر ارسلان گفت ناگهان سیلاب عشق سه چما سرازیر بیتن برچی ای امیر ارسلان آشکارا کنم این درد که بر جان دارم عاشق روی تو هم از تو چه پنهان دارم بزان چه روچه که ماتا منی ترا در ای باغا آورد به زنجیر به خدمت شیرگویای دیم داد چما به جمال تو کبت تیر عشق تیمم وارد شب و روز در پراگ تو یکی هستن شب روزی پارک نکمانی واسه من درد کشم جدایی تیگا هر شب در همه امارتا ای بازما من آماده کنو کنیزان محرمان وتی دانا کنو تنها نندو در پراگ تو نالا کنو که بخصوص چه وقتی که چه سوهر وزیر عشق تگون که در ای مکانا تو کائه شب و روز انتظار تایگا مکشم و دعا کنو که غیر چمان کسی دیگه ترا مگندی طالع منیگا مدد کتا آچه دلا لوٹتا بیتا هنی اگر کام منیگا روا کنه منا با کنیزیا قبول کنه شرط کنو در زنده هستون دست چتی دامنو چست نکنو اگر منظور منیگا بر میاره من را ماتا و سوال وزیر خبر کنو بیاین ترا بگیرم و بکشم وجه به امیر ارسلان گو نامرد عمر طیب دنیای هستن که ای حرامزاده عاشق جمال تی بیده سری چس کوتو و امیر ارسلان گوشت ای بانوان زهی سعادت من که مثل تو بانوی منا بلوٹی با یک نظر مال جمال تی بیتمون لیکن جرأتو نکو تا آشکار کنو بحمدلله که دل تو گوما مهربان بیتا من تا زنده هستم دست چطور چست نکنو یعنی امیر ارسلان تگیه نگه من ترا دوست دارم لیکن به شرطی که مکان سهیل وزیر وتی ماته منا نشان بده جنکا گوشت تا دست به گردن من در میاره و آسا عشق منیگا پرو منندنی آسا عشق منیگا مثلا مکشه خاموش مکنه ماتون سهیل وزیر تر نشان ندام پیش ندارم امیر ارسلان و بانو من چا تو عاشق ترم هنی یعنی توشه 20 سیر چطور بیتن اولا ماتا و تیگا نشان بده کار آیه بسازم بعد ترا با ولایت وقت برم سیره کنم کام دل چطور حاصل کنم دکتر گریان بیت گوچی من یہ تمام صبر
نتونم بکنم تا 1 ساعت دیگه آرام نیست. همه حالا کاما منیگا مده ترا به دست ماتو دیم. همین ارسلان مدلا با خدایا بچه بلای دوچار بیتم. گویی کباحت منظره چطور ما صورتش یه چطور یه حرام زادگه گا ما بچکنش بالا کنم صحبت بدارم با عوض فاروق لکا چطور روی نحسین این مادر به خطای گا ما بچکن. امیر ارسلان دید چاره نیستینی. سر برآورده و گوشتی بانو به سلامت بان. هنو که تا اصرار شما تا چه حد هستی که ما هم چه خدا لوٹوں. جنک چشم کنگا یہ خبران امیر ارسلان هنچو خوشحال بید که انگار دنیای بایی داتگا. بی اختیار خم بید پای امیر ارسلانی چوکت. بعد چای گوشتی قربان ببون. اجازه هستین تی ساکی ببون. تی ساکی ببون. امیر ارسلان گوشت البته شراب چه دست خوبان سلسبیل است وگرنه خون میخواران سیل است. سبیل است سیل است. شراب دست خوبان سلسبیل است وگرنه خون میخواران سیل است. منکر سیل است او سیل است. جنه خوشحال بیت منای شرابی زرد ساغر وجب بلوره چه می لالا وجب پر ریکت. می سرمایه عیش جوانی کمین تعریفش آب زندگانی. برابر امیر ارسلان نگاهی داشت آن نامدارا. لوٹے نلوٹے خواهی نخواهی جام شرابی گفت نوشیدی. جنکا دوباره پر کتو وتی هم نوشد. چند جامی که نوشتند مست بید شور عشق امیر ارسلان با کله. جنکا جت به اختیار کمر امیر ارسلانی گفت دیمی کشد. لب با لب چون یاکوتش وشی نهاد وجه لونت پا لونتانی ایر کد. چند بوسه آهدار چه لونتان وجه آیگان چه برگ گلی وشی ربود گفتی و بوی گندی وشی چه دفعه همی جنک مشام امیر ارسلان رسه. نزدیک بود چه آب بو بدا چه جان چه بدن امیر ارسلان دانا برو. سری وتی پشتا کشتو. جنکا گوشتی بلا پمنی جانا ترا چی بید که یک بارگی پشتا رفته. امیر ارسلان گو ناظرین حیب چطور نه که تی دب بو بد دنته. جنکا کنده تو گوشتی قربان بمون. بو دفع منی چه ورگا گوشتا مردم هسته. هنو که ترا بد کهته دیگه گوشت مردم نورو. شپی هر طوری هسته صبر کن. بل ترا با خواهشو تو بل که ما خواهش دل وتی بچو کن کامی ما حاصل بکنو. بعد چایی چاره دفعه گا وتی کنو. ایشی گوشت دوباره پدا دومی رنده پدا سر مستی با بیتابی دستی دورده کمر امیر ارسلانی گفت. چو جان شیرین تنگ در آگوشی گفت امیر ارسلان هرچی لوٹه خودداری بکن نتونتی بی اختیار سری عقبا برد. هنچین سیلی شهماتی با گوش حرامزادگی جک دپی پرخون بید. امیر ارسلان رها کتو با دفع وتی گاو دان وتی چسبت فریاد کشتی ای مادر بکتا با من سیلی جنه جاگه وتی که تکان مور که هنو را ماتا و سوال وزیرا
کارم تا خاک به کاسه‌تی سر بکنم. چه جاگه پادت چه تالارا لورتی بروتین دانا برو امیر ارسلان دست به قبضه زهم زمردنگار رسین هنچین به کمر جتی که دو نیمه بید زهمی پدا وجه گلاب پوشتو که منزل داد چه در تالارا چه رفت دانا رفت گومتی گوه دن شب هستین کسی ها خبردار نبیته باید برو مکان ریحانه جادوگن در بگیرن شاید خدای فرصتی داتون کارش یگا بسازم دلی به کرم خدای بس کدیمی من خیابانم باگه ایر کو نزانتی پا کجا روگم بسم الله گوشت نام خدای به زبان شروع کو وانک همه پیما رفت دا آخر خیابان رسید زیر دیوار باگه نظری کو شم و چراغ بازینی دیدتنتی که ردیفا پرد چتگن آهسته وطری چه پشت درچکان باگه رسین چه پشت درخت رفت تا نزدیک چراغان رسید دیدی که را جدول آب روان پرش حریرین پچه کتا ریحانه جادو حرامزاده گل لباسان مرسین پوشتی و سوال وزیر کر دست آیی نشتگن یک جنک آفتاب روی هم به مای دیگرشانی مشغوله دو جنک دیگه نشتگن یکی کمانچه و نوازنگه دیگری حکی هم دهل زنگه عیش تاجرانه هستن امیر ارسلان در تاریکی توکا در پناه درج که استاد مشغول تماشا بید اشکوتی ریحانه به سهیل وزیری گوشت وجه این کلیپشون گوش دارید علامت جانی چون مداد شبتر ایماره یه براتی سوچ دا که مداد علامتی که پاک کنگ بی خودکار علامت خراب بی سلامت باته وجه 32 33 بیته وجه 32 33 سلامت باته سه روک